اللهم اینی امسیت اشهدک و اشهد حملت عرشک. ترجمهش چنین است که اللهم ای بار الها، اینی هر آینه من امسیتو یعنی روز رو بگه کردم، در بگونی در اومده یعنی روز بگه شد. اگر سحر باشد میگیم که اصبحتو یعنی شب رو روز کردم، در صبح در اومدم. بگه باشد امسیتو یعنی روز رو بگه کردم. اشهدک یعنی من تو را ای الله شاهد میگیرم. اشهدک یعنی من تو را شاهد میگیرم ای الله. و اشهد حملت عرشک و شاهد میگیرم ای الله حاملان عرشت را. حاملان عرش الله را شاهد میگیرم، ملائکه که حامل عرش هستند. و ملائکتک و همچنین شاهد میگیرم ملائکه هایت را ای الله. و همچنین شاهد میگیرم ملائکه هایت را. و جمیع خلقک و همچنین شاهد میگیرم ای الله تمام خلقت را. تمام خلق را شاهد میگیرم، یعنی چی از ملائکه باشد، چی از انسان باشد، چی از پرنده و درنده و هر مخلوقی که هست، همه مخلوقات را ای الله شاهد میگیرم. انک انت الله. برای چی شاهد میگیرم؟ برای همین که هر آینه تو ای الله، انت الله تو هستی معبود ما. انک انت الله هر آینه تو ای الله تو هستی معبود ما، تو هستی الله. الله یعنی معبود، معبود ما. لا اله الا انت نیست معبودی بر حق مگر تو ای الله. یعنی نیست معبودی که شایسته و سزاوار و لایق عبادت باشد الا انت مگر اینکه تو ای الله. وحدک به تنهایی تو ای الله، تو به تنها سزاوار و شایسته عبادت هستی. لا شریک لک نیست شریک در بری تو، همراه تو الله شریک وجود ندارد. به همه کار تو الله قادر و توانا به تنهایی هستی. وحدک به تنهایی، لا شریک لک شریک نداری. و ان محمدا عبدک و رسولک و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی گواهی میگیرم برای که محمد صلی الله علیه و سلم بنده ای تو است، عبدی تو است. یعنی که بنده که شد عبادت کردن نمی شود، باید ما محمد صلی الله علیه و سلم را عبادت نکنیم زیرا که بنده ای تو است. و رسولک و پیغمبری تو است. وقتی پیغمبر کس پس باید اطاعتش کنیم. عبدک یعنی بنده ای تو است، ما عبادتش نمی کنیم. و رسولک یعنی که پیغمبری تو است، ما اطاعتش میکنیم. اطاعتش واجب است، اطاعتش از ایمان است، ما باید اطاعتش بکنیم زیرا که رسول الله هست، پیغمبری الله هست، فرستاده از جانب الله تبارک و تعالی هست. این است مختصر ترجمه این دعا. بارک الله فیک. بعد مسئله عرش برداشتگی، نه 8 نیستن، 4 تا و 8 نیستن، عددش معلوم نیست، میگن 4 تا یا کی. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه را علما میگن، بعضی میگن 8 است، بعضی میگن 8000 است، بعضی میگن 8 صف است. یعنی 8 معلوم نیست چند، 8 ملائکه که 8 صف یا 8000، 8 معلوم نیست. عددش در قرآن و سنت ثابت شدگی نیست. برای خاطر فقط میگیم که ملائکه که حامل عرش هستند، الذین یحملون العرش و من حوله. سوره غافر در الله میگوید. در سوره حاقه میگه الملک علی ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. خلاص همین ملائکه را در نظر دارد، اما عددش معین نیست، در قرآن و سنت ثابت شدگی نیست عددش چند است. بارک الله فیک. بله توضیح دادگیمون واضحی بد نیامده چی؟ اما آیت گفتم اشاره بکنم، گفتم در روز بعد میشه و صحبتم نادافی نشه به حضور چق کم قریب 12 دقیقه شد. ایشان در روز بعد نشه و گفته برای اون آیت رو مثلا به عدداشون رو نگفتم. باید در بعد بعضی گپایی بود که عطفی، یعنی که حمله عرش و ملائکه چی فرق داره؟ هر دوش ملائکه هستند، اما چرا حمله عرش و ملائکه گفت که
و جمیع خلقی که گفت و همه خلق کد آیا ملائکه در خلق نمیدراید؟ پس برای چی جمیع خلق که گفته؟ خلاصه بعضی گپ ها دیگه من نگفتم، برای گپ درست ترجمهش درستی بعد میشه و گفته. بارک الله فیک. دوجه سوره حاقه، سوره غافیر درباره همین به حاملان عرش، درباره حاملان عرش هست و یا هست دیگه او را ذکر نکردم، برای درست بعد نشه و گفته.